عرض سلام و احترام. حرفه تعویض آنتن مودم که حالا آنتن مودم حالا شکسته، میخوایم تعویضش کنیم. دوستان دقت کنید که آنتن مودم سیمش به طوریه که مثل سیم آنتن میمونه، دقیقا سیم آنتن حالا تلویزیون جوری باشه که بعد اتصالاتش به همدیگه ارتباط نده. اگه ارتباط بده که آنتن مودم رو ضعیف نشون میده و این باعث میشه که آنتن مودم ضعیف باشه. باید چک میکنیم که اتصال نداشته باشه. خب اینو تست میکنیم، اتصال ندارم به هم دیگه، به تمیزکاری میکنیم. یه بار مودم رو روشن کنیم. آی سی ها رو دست میزنیم ببینیم داغ نباشه. آی سی لینک، آی سی وای فای. همونطور که میبینیم مودم به راحتی اومد بالا، آنتنش هم وصل کردیم.